خوش اومدید به چنل چامبا گیمز. این سومین ویدیوی بلندمونه که از چنل چامبا گیمز پخش میشه. در این مرحله اومدیم که به شما یاد بدیم که باید در این مرحله بریم پیش سیمیون. فکر کنم باید بریم واسه سیمیون موتور بدزدیم. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما ما رو حمایت کنیم. میریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه من برم سوار ماشینم شم برم پیش مغازه سیمیون. سوار ماشینم بشم. حساب که علامت بزنم مثلا اینجا مغازه سیمیون اینجا دقیقا سلسه هم دارم بکنم سلسه هم دارم. میرم و بریم خوب مغازه سیمیون نزدیک هم بود بچه ها. فکر کنم حتما داره ماشین میشه سیمیون ما. فکر کنم حتما داره ماشین بابام داخل مغازش. در مغازش کجا؟ فکر کنم از در پشتی باید میرفتم. آره از در پشتیش باید برم از در پشتیش. مثل من از در جلو نه از در پشتی باید برم چون در جلوش بسته. نمیدونم چون بچه در پشتی باید برم. ای بچه مردم دنبالم بچه. وای فرار وای سیمیون نزن بابا نزن یا میزنم بچه ببخشید درگیری داریم. نباید اینجوری میشد. سیمیون کمک کن کجی مردی که بچه کمکمون کرد. من دیگه با ماشین خودم نمیم. یه ماشین از مغازه سیمیون بچه ها میدونستم. آره بچه ها رفیقمون هم همراه اون اومد لامه رسیم. بچه ها بعد وای خورم تو ماشین. باید این مسیر را برم. این مسیر رو باید برم. بکشش بکنم دوره بگیرم داخل مپ. یه ذره دوره زیاد دور هم نیست بچه ها. چه ببخشید ویدیو طولانی میشه. نمیخواستم وقتا ویدیو چیز بهتون بگم. شما کامنت بزنید. کامنت انگلیسی بزنید چون یه خورده یوتیوب گیر میده. فارسی هم بزنید حالا اشکالی نداره. اگه میتونید یه سعی کنید انگلیسی هم بزنید. ممنون میشم. چرا یادش دوره وقت نرده. That Simeon a funny dude, though. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? You're a psychotic motherfucker. That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship. The bike should be in one of the lockers. بچه رسیدیم. چه بگم ما چیکار کنم؟ چون اینو باید همجوری صاف بریم. رسیدیم اونجا داخل PS5 زده مربع بزنم میپرد. حالا اگه شما داخل لپتاپ بازی میکنید شاید فرق داشته باشه. حالا من نمیدونم. ما این مرده کاری نداریم. مرده نیست مرده چشم بود. تو کجا باید بریم بچه ها؟ آروم را میرن. دقیقا نمیدونم باید چی کار کنیم.
This a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? من نمیدونم با چه Shit, کنیم. we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know. خب فکر کنم باید در اینجا بچه باید باز کنیم. Got to be in one of these motherfuckers. آره فکر کنم در این وری اون وری نمیدونم. ها بچه باز کرده. در اینجا باید باز کنیم فکر کنم. اصلا انداخت یعنی چی؟ یعنی باید درگیر بشه. خب اصلا بچه ها خوب بلد نیستم. اولین بارم واقعا خودم اولین بارم دارم تیر میزنم به اینا. او بچه وای وای زنده شد. یکی مالشه میکنم که بچه شانس رو بردم. یعنی شانس رو بردم. بالا چی کار میکنم؟ ببینیم بچه ها همه جا باید حواستون باشه که نمیریم. ما که قبلا داخل یک امادش بازی میشد من دیدم داشتن بلدم الان واقعا خیلی کار سختیه کار باشن یاد گرفتنش خیلی باید برم نزدیک از نزدیک خب بچه ها بریم باشه یه اگه موتور رو دوزید وای نمیدونم موتور مال کیه فکر کنم باید نمیدونم بچه ها کشتمش در اینجا لامه هم ماشین هم میاد یعنی رفیقم اگه شما این مملکت برید رفیقتون این ماشین خودتون رو براتون میاره موتور گرفتیم بچه ها البته میتونستم با ماشین دنبالشم برم ولی گفتم اینجوری راحت تر یعنی سریعتر کشتم واه شوفم گرفته این ببین بچه ها خوش لوکیشن بهتون میده بعد اون لوکیشن رو برید نمیدونم بعد بشه کی ببریم ما موتور رو حالا بریم جلوتر ببینیم اینجا کجاست نه اینجا کجاست نهازه سویم که اون بره نکنه موتور به ما داد نمیدونم احتمالا حس میکنم موتور داد به ما او فکرم برای رفیقم باید برم موتور رفیقم بود که رفتم گرفتمش خب بچه موتورم بود موتور رفیقم رو دادم بهشو خب بچه رسیدیم به آخر ویدیو امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه حتما ویدیو من لایک کنید چنل ما سابسکرایب کنید و زنگولش هم بزنید یه کامنت هم بزنید بگین که ویدیوش خوب بود یا نه تا پارت بعد خدا نگهدار